شاهکار مهندسی محمد رضا شاه که صدام آرزوی نابودیش رو داشت، اما این آرزو رو با خودش به گور برد. سد دز که قبل از انقلاب سد محمد رضا شاه پهلوی نام داشت، یکی از کارهای بزرگ عمرانی پهلوی که با همکاری مهندسان ایتالیایی در سال 1338 کلید خورد و فقط با 550 میلیون تومان طی 3 سال، یعنی تا سال 1341 به بهره برداری رسید. طراحیش اونقدر بی‌نقصه که با کمترین بتون بیشترین مقاومت رو داره و در زمان خودش بلندترین سد خاورمیانه بود. در زمان جنگ وقتی جنگنده‌های صدام با موشک بهش حمله کردند تا آب خوزستان رو قطع کنند، فقط رنگ دیوارش پرید و صد حتی یه ترک هم بر نداشت. هنوز هم این سازه غول‌پیکر آب 125,000 هکتار زمین کشاورزی و برق خیلی از شهرها از جمله بخشی از تهران رو تأمین میکنه. عظمت این شاهکار رو فقط باید از نزدیک دید تا فهمید پهلوی 60 سال پیش چی ساخته. برای دیدن ناگفته‌های تاریخ، پیج تاریخ مدرن رو فالو کنید.